یکی دیگه سوال داشتم خیلی که نیسته که چه سوال داشتم این همین فردوس که برو من در اسرائیل گپ زد امیر سوال همه که امو در نه من ارمیه سوال اسرائیل که خدمت کرد. من سوال که تو خودت گپ زد. برای که میدونم ده من بعضی اسلوبای یعنی که امنیتی میدونن بعد که او را به حقارت میکنن بعد میگردن در این میگردن برای خاطر باید اول بفهمیم اگر سوال امنیتی هم همه باشه که انشالله کپاس سوختگیه. بله بله گپ زد. سوال همه که در ارمیه اسرائیل خدمت کرد چند مسلمان فلسطینی را مقصد کش امیر یگان سوال مسلمان داشتم. فلسطینی را کشتگی نیستن، فلسطینی کشتگی نیستن. میره بفهمید اسرائیل اول تاریخش تو همین حوزی را 500,000 فلسطینی کشتگی نیستن. فهمیدی میره خود فردوس دارم که بس حجابی زنتا گرفت خود در آسیای خواهر تا تجاوز کرد، خواهر لوبای ملت توجیکا فردوس قش بزنه منم باشم میرم در ارتش اسرائیل خدمت میکنم یگان پرابلم ندارم. میگم کو امی یهودا اگر کار کنن بگن که ما کار میکنیم والله قسم قطعا یهودیو من آمادم برای همکاری کردن تو و سفارات بزرگترین در تاجیکستان سفارات اسرائیل آماده هم برای دادن. چقدر فهمیدی من آمادم که با اسرائیل با نتانیاهو همکاری کنم بزرگترین سفارات دنیا را برام با همین نتانیاهو را بتیم. ما آمادم، من راضیم. علاقه زید چی دیپلماتی با اسرائیل آماده برقرار نمودنم. به خاطر چی؟ به خاطر میگم را پرابلم ندارم من با یگان یهود پرابلم ندارم من با تکرار کرده استم آماده ام با دولت اسرائیل همکاری کنم که برند تاجیکستان آزی جهاد مقصد